تمام اهل دیار جوانان نورسان در این ورزشگاه جمع آمدگی‌اند. مقصد اصلی همه آنها همه یک است. این ورزشگاه قریب 30 سال 35 سال پیش در همینجا بود، بنیاد بود. خوانندگان مکتب در وقت فارغ از درس اومده در اینجا مشق می‌کردند. امروز به همین مقصد آمدگی‌اند که همین ورزشگاه باید آباد شود. برای آبادانی ورزشگاه اهل دیها مبلغ جمع کردند، مبلغ جمع کردند. کم و بیش حوض با اهل دیها با میخواد با مبلغ علاوه جمع کنه ورزشگاه رو بعد نمونه‌ای آورده میرسونه. قشلاق زیاده 480 اهالی داره. طلبای مکتب قریب 800 نفرن. در تیم ورزشی در مکتب تمام گذاشته نمیشه. ثانی مکتب تمام خورد است. معلم ورزش مجبور بشه که در تیم ورزشی در همینجا بگذرونه. زیاده 70 سال زیاد شد که در همینجا در همین میدان ورزشی اینا ما قریب 60 درفت ما بازی میکردیم. پیش ما پدرای ما بازی میکردیم اینجا. ایرا همه میدونن. باز قسمی آدمایی که در اینجا زمین گرفتن با میگه که ما اینجا ورزشگاه نبود رفته گفتگیان در حکومت اینجا ورزشگاه بود اینجا راهی گورستان میره همین راه پوده همین قشلاق به همین میره به همین راه میره اما که حاضر همین ما وقتی که از زمین ده پرسیدگی نیستن از راهی سی محله پرسیدگی نیستن پینهانی همین را گرفته دکمه کردن 3 سال پیش بودیم ما همین را دکمه کردیم رفتیم رئیس جماعت دیدیم رئیس جماعت گفت ما خبر ندارم زمین ساز پرسیدن خبر نداریم ما یک کپی همون نسخه اوایل دستشون دادیم حل کردن گشتت آدما رفتن پیشی رئیس حکومت 3 مرتبه رفتن در اومدن نتونستن با معاونیناشون وابسته کردن حل کردن همین خیلی با اومده با خواستن زمین کنده با بنرخ ترانشه خواستن بکنن نموندنشون رفتیم باز من با دستگاه پرزیدنت همین را نوشته دادن بعد این یگان خلاصه نشد جواب عمل شد تو حاضر جواب گرفتگی نیستن در گنرال پروکراتور دادن تو حاضر جواب دادگی نیستن انا آخران اومدم باز بعد چند قدر خاموشی کشید با اومده بول رامون و کی با حضوری که من همینجا زمین نازی حوالگی میکنیم با گشته وزی در رئیس و شهر انا حکومت دوشنبه روسیه مالی دادگان برای که وای رئیس فدراسیون فوتبال است من دادم من اهالی قریب زیاده ایجاد رامی اهالی زارگر خودش قریب 4000 آدم است همه مکتبایی که در همین تریتوری ما است ورزشگاه داره مکتب ما نداره فهمیدید اینا که بینی قدر همین خلق همین بچه‌ها یا شکر میکنن پگا این سال جوانان باشه همین رفته اگه کاری بد نمیکنن وقتی که اومده در اینجا ورزش رو بازی نکنن اینجا پیش ما در همینجا ما طلبه بودیم نوروزی مکتب هم در اینجا میگذشت نوروزی قشلاق هم در اینجا میگذشت همه مراسمایی که در همین جشن بود در اینجا گذرانده میشد من نمیدونم اگر خیلی حل نشود مجبورم که ما پیش پرزیدنت را رفته مراجعه میکنیم رئیس شهر حکومت رفتگی قبول کردگی نیست فقط معاونیناشون ممکن باوای از فهماندگی هم نیست که رئیس حکومت شهر ممکن نداره که چه وضعیت های همینجا شهر وعدت مراجعه کردیم ما گفته هستم ما رئیس جماعت دیدیم رئیس جماعت حل نکرد ما نمیدونستیم زمین دادنش در حکومت شهر چند مرتبه رفتگان و چرا گفتگان درآمدگان وای با معاونیناش وابسته کردگی حل شدگی نیست گفته هستم که با دستگاه پرزیدنت هم نوشتگان جوابش آمدگی نیست با گنرال پروکراتور هم نوشتگان آخران اینم با رئیس شهر دوشنبه با اموالی رستم اموالی دادگان تو حاضر یکون وای نیست من همینجا من چکل معلم گاز زدم قدر آورده بچه ها ساز کردن خیلی بار اگر اجازت چند قراری همون میدان برام نگیریم ایسر اینا داخلی همین خلق میگیریم و اینا ساز بکنیم ما همین قرار شب رو آورده تیاد که همین میدان ورزشگاه ما خودمون رو ساز کرده میکنیم همین را هوار کردیم راه را ما خودمون هوار کردگیم همین راهی که اومده همین را ما خودمون کردگیم با پلی خودمون کردگیم این استادیوم این روایی را همه هوار ما با پلی خودمون کردگیم بچه‌ها هم خودشو خلق پرتو کردگی داره ما میخوایم که همین زمینه اکا استادیومی همین دههای خمون کنیم پل جدوش دیگه طرفی سکنوی خلق همین دهها ما میخوایم بعد همینجا در یا استادیوم ورزشی همین برای جوانان همین شهر نوحیه و همین چیزا همینجا در برنامه ها بگذارونیم همین برنامه ورزشی اینا خیلی روز ساختیم اکا تورنیر جای بسکتبال والیبال فوتبال بچه‌ها هر دیگه بازی میکنن دیگه قشلاق‌ها دیگه ده‌ها میان هر روز اینجا ورزشگاه جای ورزشگاه ما میخوایم که همین را با ما را دژ یاردم کنن اگر بتونن همین را یاردم کنن ما همین را با سوستا رو خوبتر کنیم که همین بچه‌ها نسل جوان در آینده خیلی پیش برای بعد نروند دز نشوند
روحزا نشوند یک در جامعه یک چی کنن سهم خود را بگذارن. ما همینجا یک استادیوم داریم، همین بچهای ما همشون همینجا بازی میکنن. ما دیگه جا نداریم. مکتبمون هم یگان ورزشگاه نغز نداره. همین کودکای ما کجا برن؟ اینا میرن میگیرن، ما کجا بریم دیگه؟ بچه‌ها هم راه بیراه میشون، هر راهی بد میرن. سالی جوانان گفته استین همه جا استادیوم ساخته استین به هم شهر و رایونو اینجا استادیوم رو گرفته استین. ما راضی نیستیم که زمینه بگیرن. نگیرن یک جای میگیرن برن بزنن. این میدان ورزشی بچه‌های ما همین قشلاق همین کجا داره؟ یگان جمع اومده همه چی مونده اینجا میشه مکتب ما یگان شرایط نداره. اینو برای ببینید. شرایطی نداره که بچه‌ها ما اینجا همین موضوع برای همین ده ای سالی که ما جوان بودیم همیشه برای همین ده ها جوان‌ها ورزش میکردن. حاضر من از طرف مقامات محله حکومت محل همینجا زمین تقسیم کردن آدم‌ها ولی مردم دیگه جا ندارن. همینجا 25 سالگی غیر کشاورزی است. جوانان دیگه کجا برن نمیدونن. این سالی جوانان است. اینجا که مردم که اگر به زمین نزدیک حولی تقسیم کنن ما مگرم جوانان رو کجا بریم دیگه نمیدونیم. همگی گفتم که 25 سالگی غیر کشاورز است اینجا. 4000 اهالی دهه. دیگه ما یگام امکانیت نداریم به کجا بریم. مقامات‌های بالا رفتیم گفتن که بری در دوشنبه مشکنی بری در ناحیه مشکنی. ما دیگه جون نداریم که اینجا به ناحیه و به دوشنبه بریم. با همینجا هم یک رای پوده هم است رای مردم ما مردمان رو به همیتا با هم به گلستان میبریم. این هم خیلی موضوعی است که همین با همین سطح قانون حل کنن اگر با بسیار خوبتر میشه و میندار میشه مای دولت.